جهاد برای مؤمن یکی از جمله وسایل یگانه سعادت و نیکبختیشان است. خلاص سنام الاسلام است. سنام الاسلام، سنام الاسلام که وهان شطور وار نمایان چیز جهاد است که جهاد نبود مسلمان ذلیل است. از او خاطر جهاد باید زنده باشه. از همین نکته دنیای غرب حراس داره، نمیخواه که کسی کلمه جهاد بگوید از زبان بیاره. ولی تاسف در اینجاست که در زمان مجاهدین نصاب تصویب شده بود، کتابا کلمه جهاد شروع شده بود. توسط آمدن غربیا و این بادارای لعنتی امروز مسلمانای ما گرفتن از او کتاب کلمه جهاد دور کرده. کمیته که تصویب کرده کتاب را، کمیته که شما کتاب تصویب کرده و کلمه جهاد و الله را از پیشش دور کرده، انشاءالله شما در روز قیامت جواب میدی. این جواب دادنیسته. خوش شده که برای ما در یک ماه $600 داد، لیکن در مقابل شما 600 وادی جهنم به خود خریده. اگر مؤمن غیرتی می بودی به هیچ وجه راضی نمی شدی که از کتاب طفل مسلمان کلمه جهاد یا کلمه الله دور شود، قطعا راضی نمی شدی. لیکن کسایی که همیشه غلامی کرده مادیات دنیا در نظرش است، این ارزش نفهمیده. خوش آمستن که ما دلار چی میگه؟ ما دا چی هستم؟ امی کمیته را چی میگه؟ کمیته چی است؟ تالیف و ترجمه. کمیته تالیف و ترجمه هستم. چقدر معاش داری؟ یک $700 میداده مایی. $700 تو را گرفت در کجا کشانده؟ امروز در دست بچت به نام ازی که الف الله باشه اوجی میگه چی میگه؟ الف انار جور کرده، انار جور کرده. از اینکه به الله را بشناسه به طرف انار میکشانه شانه و به جای از اینکه جهاد جیم جهاد بود ولی جیم جواری جور کرده شه. خب ببینه که به سوی مادیات، به سوی شکم پرستی، به سوی توجه اطفالتان کدام طرف میگرده. این گپا برای شما ما شما دی معلوم میشه، اما حقیقت اینطور است که بنیاد است. بنیاد ما باید در مراکز تعلیمی خود کل ما مسئولیت داریم. مسلمان ها در این مورد آنقدر دقیق باشه. به الله قسم اگر کسی مسلمانی واقعی است کتاب مکتب میگیره خود مطالعه میکنه انتقاد میکنه. در این روزا کسی برای من گفت که در بعضی کتابای مکتب مچم کدام جای است چی است انگلیسی را که درسش خوانده میشه در کدام چی نامه پیغمبر است و در مقابلش یک کلمه حیوانات است. مثلا ادریسی موش یا القاب، ایرا برش القاب مقرر کرده. ابراهیمی چی؟ پیشک، نعوذ بالله. اینطوری کلمات است. ما چون یک نفر برام گفتم ما کتابا را تالی را ندیدیم، شاید باشه و ایرا تحقیق کنه. 4-5 سال پیش این کار شده. خیر وقتی که این ملت به نام مجاهد رای میده، چطور شده میتونه در نصاب تعلیمی مسلمانا اینطور کلمات استفاده و استعمال شود؟ عجیب است. ای وکیلای پارلمان پیش الله متعال رفته نیسته. شما کمیته بررسی معارف داره، رای مردم گرفته، خوش خوب ایسته که لنکروزرها در گردتان بغص بکنه و چوبس بکنه، راه های مردم و کوچه های مردم بند کرده، سری مردم زندگی را تنگ کرده. انشالله در اینطور جهنم غوطه بخوره که پرسان نکن. این گپای تو عادی نیست. منصب گرفتن برای خود مسئولیت پذیرفتن کار داره که در این وطن چی رخ میده. این وطن تو خبر داری؟ چرا کلمات از بین میبری جهاده؟ نه، از تو سوال میشه. مؤمن واقعی اجازه ترک جهاده قطعا از پیغمبر طلب نمیکنه. الله میگه لا یستاذنک، اجازت طلب نمیکنه الذین امو مردمایی که یؤمنون بالله، عقیده به الله داره، الله را الله خود میدانه، فرمان الله خود در سر چشم خود میمانه. ما مملوکی کیستیم؟ ما مخلوقی کیستیم؟ وقتی جان ما را الله از ما مطالبه میکنه، چطور شده میتونه که ما از جان تیر نشیم؟ ملکم از الله و این جان ما را الله در مقابل جنت بخره. والیوم الاخر، عقیده به روز آخرت داره. امی مشترکین جهادی که در تبوک بود با امرای پیامبر علیه السلام، این امی قسم بود که گفتم یک مؤمن مخلص باقی نمان غیر از 10 نفر که وام توبه کردن. قرآن کریم حالات از واره برای ما ذکر میکنه و او هم بنابر ازی باقی موندن که پسان ما پیوست میشیم با لشکر مسلمان ها، اما بنابر سستی و کسالت همونطور باقی موندن. از چی اجازت طلب نمیکنه؟
ایو جاهدو که جهاد کنن. بتر اینجا مراد اجازت طلب نمیکنن الذین و مردم ها یؤمنون بالله که عقیده به الله داره و الیوم الاخر به روز آخرت داره. اجازه چی رو طلب نمیکنه؟ الله جاهدو لا مقدر است که جهاد نکنن، این اجازه را طلب نکنن که جهاد نکنن. بیاموالهم به مالای خود و انفسهم به نفسای خود، گاهی هم کار نمیکنه. والله علیم بالمتقین، الله خو علیم است بالای متقین، کی تقوا داره، کی از الله ترس داره و کی به خاطر الله قدم گذاشته. لیکن در عمل هم الله نمایان میسازه، مردم تفکیک میکنه. انما یستاذنک الذین لا یؤمنون بالله والیوم الاخر. بله، فرق است بین مؤمن و منافق. مؤمن عقیده داره به الله و به روز آخرت، به الله عقیده داره، فرمان الله را اول مقدم میشماره، با آخرت عقیده داره، نعمت‌ها یا پاداشی که در آخرت برش داده میشه او را ترجیح میده. اما منافق عقیده نه به الله داره نه به روز آخرت. از او خاطر در جهاد رفتن، خود در کشت دادن، ای را بدبختی تلقی میکنه، ویرانی تلقی میکنه. امروز یک تعداد مردم ما میگه چی؟ حالی روسا آمد ما در مقابلش خیستیم، امریکایی هم ما در مقابلش میخیزیم، آخر چی وقت ما زندگی کنیم؟ دنیا محل امتحان است بیادرم. الله تو را امتحان میکنه، اگر کفر شرقی میاد اگر غربی میاد، هر کدامش که میاد تو در مقابلش باید قیام بکنی، نپذیری. اینطور شده نمیتونه که در مقابل یکی جهاد کنی و دیگر را پیش بیا بکنی. کفر یک کفر است، قرآن یک قسم کفر معرفی کرده. انما یستاذنک الذین، یقینا اجازت طلب میکنه کسانی که لا یؤمنون بالله، عقیده به الله نداره، و الیوم الاخر، به روز آخرت نداره، و ارتابت قلوبهم، و در شک افتاده دلهایشان، یعنی باوری محکم نداره. چرا؟ یا قلبایشان منکر است، اینطور فکر میکنه مسلمان ها خیلی توده کم است، یک روز نه یک روز خامخا شکست میخوره. از او خاطر این مردم ها اجازه را طلب میکنه، خود در یک گوشه میکنه. فهم فی ریبهم، این مردم ها فی ریبهم، دمو شک و تردد خود یترددون، حیران است که چی بکنن. از او خاطر وقتی که تو عمل سخت پیش میایه میگه باید خود کناره کنیم، نمیتونیم که اونجا برویم ما کشته شویم، اهل و عیال ما باقی بمانه. ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده، اگر این مردم ها اراده برآمدن به جهاد می داشتن، لاعدوا له عدتا، خامخا وسیله برآمدن فراهم می ساختن، لاعدوا آمادگی می گرفتن له برای جهاد، عدتا از اسباب و وسایلی که مناسب است. یک آدم که مسافرت میکنه کلی وسایلش آماده میکنه، لیکن این مردم نه. ولکن کره الله بعاصهم، لیکن الله ناپسند دانست، بد دانست ان بعاصهم، بالا شدن این مردم ها را به طرف جهاد. این مردم باید اقدام به جهاد هم نکنه. چرا؟ شریک شدن این طور مردم سبب شکست مسلمان میشه. یا خب بزدل است، روی حقیقت و واقعیت جهاد نمیکنه. اگر از میدان یک دفعه پای فرار در پیش گرفت، این سبب شکست لشکر مسلمان میشه. الله متعال فسادات شریک شدن از یارا در جمع مسلمان ها ای را بیان میکنه. اشاره به چی است؟ اشاره به ایست جماعت و طایفه باید کلش مخلص باشه، یک فکر باشه. مرد غلط، شخص غلط باید در بینت نباشه. اگر بود تباید میکنه. امروز قدر ضرری که برای مسلمان ها از جاسوسایی که نوکری یهود و نصارا را کرده، ضررش به مسلمان ها رسیده، از خود یهود و نصارا نرسیده. چقدر ضرر از اینکه رسیده، لیکن شکل و حلیه مسلمان او میبینی که کلی کوایف تو را به نوکرای خود داده رایسته. دنیا خود تیر شده نیست، دنیا تیر میشه. اگر بلدنگار هم جور کردی تیر میشه. ظاهر شام بود اینجا پاچا بود، تیر شد، هیچ چیزی باقی نمانده. اما نکو تاریخی تا خراب نکو، آخرتی تا خراب نکو. شاید یک موقع بری تو هست سری مردم خوب تاخت و تاز بکنی، روز فرا میرسه انشاءالله که این انتقام از پیشت گرفته میشه. انتقام دنیا چند روز است، یا در محبس پولیچرخی یا یک در گونتانامو یا در بگرام. آخرش خاتمه پیدا میکنه، یا به مردن که مرگ میاد، یا ایسته که پس رها میشه. اما او انتقامی که الله متعال میگیره در قیامت و بسیار سخت است. از او خاطر گاهی در دام و جال ای دشمنای واقعی اسلام قرار نگیری. خادم نوکر از وان نشوی، بری سبزی فروشی بکنه
نفقه عیالتان پیدا بکنی خیر است. یک روز بخوری یک روز گوش نخو کنی، خو این کار نکنی. چرا؟ به خاطر که بسیار سخت تمام میشه. این نکته اون نکته است که اگر کسی بدونه ان شاء الله برای ما دعا باز میکنه. خو حالی برش معلوم نمیشه. چرا که مال و متاع کشوفش دنیا ایره دیوانه ساخته. این گپا به دماغش بد میخوره، لیکن این گپای خیرخواهی است. گپای خیرخواهی به خاطر است نکو. الله تو را معزز مسلمان پیدا کرده، هیچ وقت خود ذلیل نکو و برادر و خواهر مسلمان خود نعوذ بالله در زیر پای و قدم یهود و نصارا ننداز. این کار نکو، چرا که الله باز قهر الله دیگه قسم است. ولو ارادوا الخروج، اگر اراده می داشتن از برآمدن در جهاد، لعدوا آمادگی می گرفتن له برای جهاد، اسباب وسایل اسلحه را آماده می کردن. لیکن ولکن کره الله بعاصهم، لیکن الله ناپسند کرد یا بد دانست این بعاصهم بالا شدن از یاره، فثبتهم باز داشت یاره از حرکت کردن به سوی جهاد، فثبتهم منع کرد از برآمدن از جهاد. الله در قلبشان حرکت پیدا نکرد طرف جهاد. چرا؟ به خاطر که رفتن از جهاد سبب فساد بود. و قیل اقعدوا مع القاعدین، گفته شد بشین امرای نشسته ها. کسای کور است، شل است، زناست، قطع از جا بشینه. حالی که به مردم بگه هی زن. اون روز اینجا امو عکسا اینجا بوده، کسی گفته بود که عکسا مثل زن وارثه، امو نفر تم نمیشد که مرا میگه زن، من خو مرد هستم. الله اکبر. ببینه با یک تغییر جنس که تو را مردم زن بگویه آرام نمیشینی. اما اگر کل صفتای زن در تو موجود بود، کارای زن در تو موجود بود، باز چطور است؟ امروز یک تعداد مردم همون طور است، مویایش تا کمر است، ریشش مکمل اینطور صفا کرده که دختری 14 ساله موتور نیست. ساجقه کم در عین مجلس او را قرصش کشیده رایست، یک دانه آمیل هم در گردن آویزان کرده. همین طور است یا نیست؟ همین طور است. لیکن همین مردکه را که زن گفتی خدا میکشه. عجیب است. اوصاف زن در تو موجود است ولیکن انکار میکنی. این کار نکو. الله متعال منافقین میگه که قطع زنا که صاحب عذر هستن، شما قطع ازوا بشینی، شما این کمال و این منزلت برای شما مناسب نیست که حاصل بکنی. لو خرجوا فیکم، اگر می برآمدند در بین شما، ما زادوکم، زیاد نمی ساخت برای شما، الا خبالا، مگر نقصانه. خبال چیزی فساد میگه، استراب، پریشانی، ای گپا را به بار می آورد. ولا اودعوا خلالکم، و می تاختن خلالکم در بین شما اسپای خدا. ولا اودعوا، یه به سرعت به تیزی نشر میکرد خلالکم در بین شما زهر خدا. یبغونکم الفتنه، طلب میکنه در بین شما الفتنه، فتنه را، اختلاف پیدا میکنه، این گپای بزدلی میزنه که شما آماده نشوی به جهاد. اینه شکا و شبهه را میپرته. قرآن کریم گپا را گفت از اون منافقین. حالی میم سری عصر حاضر ما تفسیره میکنیم. و فیکم سماعون لهم، در بین شما کسایی است که خیلی جاسوساس لهم برای ازوا، حالات شما را ارزیابی میکنه، بعد از او برای ازوا میگه یک مانا. و فیکم سماعون، در بین شما مردمایی است که یک تیکه شنونده هر گپی از واسطه، هر سخن که میگه بس قبول داره. والله علیم بالظالمین، الله علیم است به او کسایی که حدود الله را مراعات نمیکنه. ظالم است او کسایی که در مقابل مسلمانا، در بین مسلمانا جاسوسی میکنه. الله متعال بیان میکنه که اینطور مردمای منافق در بین گروه مجاهدین باید نباشه. چرا؟ اگر در بین گروه مجاهدین باشه فسادش از منفعتش خیلی زیاد است. فسادش چیست؟ استراب و پریشانی را به بار میاره. عبدالله ابن ابی ابن سلول زمانی که در جنگ احد روان شد، در اونجا یک دفعه قطع یک بلک لشکر پس دور خورد. گفت ما اینطوری جنگا را نمیکنیم که خدا بکشیم. عجیب است. تعداد از ما را بیبی و از ما را بیبی اینطوری شده نمیتونه. ما میگم در مدینه بانیم، شما میگه بیرون برای گپی ما قبول نمیشه. منظوری از او پرتافتن دل مسلمان ها بود. منظوری از او بزدل ساختن کی بود؟ مسلمان ها بود. چرا؟ وقتی که یک جماعت بزرگ از لشکر دور بخوره، میدان اعلا بکنه، خامخا دل آدم چی میشه؟
بگوی شک پیدا میکنه، تردد پیدا میکنه. از او خاطر کار منافقین در او زمان هم بود. الله متعال یاد کرد که منافقین در صف جهاد باید نباشه. چرا؟ به خاطر که پریشانی را به بار میاره. دوم گپ ولا اوزعوا خلالکم یبغونکم الفتنه. در اون زمان خو خیلی بسیط و ساده بود. در بین مردم گاهی در پیش یک صحابی یک مجاهد میرفت، پیغمبر بیبی این حالات مرگباری ما را بیبی، خطرناک ما را بیبی، این حالاتی چی هسته که هیچ چیز نداریم و این کفار بیبی، حالی بیبی در مقابل رومیام جنگ میشه. زمانی که مقابله با روسا میشد اینجا منافقین موجود بود. و برادر تانگ از تانگ تو مشکوشکی تسایی کو، تانگ اسایی کو، داست اسایی کو، تیاره رسایی کو، یا میشه. این گپا را میگفت. یک تعداد مردم راستیام در جهاد نرفتن، اما کسی که میدانست مؤمن واقعی بود و اتکا به اسباب و وسایل نمیکرد. اتکا به کی میکرد؟ نصرت از جانب کیست؟ الله متعال است. از او خاطر این گپا را یا شبهه را مینداختن. در او زمان هم بود، اما این زمان در این عصر حاضر خیلی از این ناحیه کار میگیره. غربیا آنقدر از وسایل اخبار و اعلامی کار میگیره که هیچ پرسان نکو. تبلیغات سوی از یا چقدر است. زمانی که امریکا حمله میکرد اوازه در بین مردم پخش بود که 2 نفر در یک اتاق باشه، میشناسه که کدامش دشمن است کدامش دوست و بم در سر از او میاد. لیکن ما در دشتا دیدیم که تانگای از یارا پران و مجاهدین همینطور چیسته سرشان حمله میکنه و هیچ کار نکرد سرش. عجیب است. اینجا جای تکبیر نیست، جای تکبیر هم اونجاست. خب دلتان خود زنده میشه. خب چه قسم زنده شوه. خب به هر ترتیب الله توفیق نصیب بکنه. منظور ما چیسته که امروز چقدر تبلیغات میکنه. ولا اوزعوا خلالکم، یا اسبای خود میدوانه در بین شما برای تفریق اندازی، برای از اینکه یکی را مجاهد و یکی را چیسته دوست جور کنه. او را اونجا صلاح بوده، اینجا تو را مصالحه کنه، بزنی ما بینتون چی تون نبخش است. خواب ما بینتون خراب کنه، یکی را یک نام بمانه دیگه ش دیگه نام بمانه. این گپا را شما باید بدانیم و بدانیم که همی گپا هست. بدانیم که همی گپا هست. این ملت که پاشیده، این تنظیمای 100 و چند تنظیم در وزارت عدلیه ثبت شده در یک مملکت کوچک غریبی مظلوم بیچاره ثبت شده تنظیم است. هر کدام تنظیم است و چقدر هوشیار است. باز یک نفری خود در چند گروه تقسیم میکنه، معاون فلان، یکیش امی یک گروه است، امی یک قوم است، لیکن یک فردیش قطعی یک تنظیم، دیگه فردیش قطعی دیگه تنظیم. هر گروه که کامیاب شد یادش چی باشه؟ سهیم باشه. عجیب است. الله رحم بکنه. این تفرقه بازی ها از کجا شروع شده؟ قرآن 1400 سال پیش گفته بود. تبلیغاتی از یا به حدی است که مردم بیخی سراسیمه شده. امروز رادیو بی بی سی و رادیو آزادی را خیلی زیاد مردم میشنوه یا کدام رادیو دیگر؟ امروز مردم اعتماد سری او رادیو زیاد داره سری کدام رادیو دیگر؟ تمام وسایل آماده بمیسته که از هان مردم مغشوش بسازه در مقابل دینش، در مقابل برادر مسلمانش، در مقابل همسایش، در مقابل رئیسش، در مقابل کلانش. امروز خو حتی من گفتم که در بین خوشو و چی سنو هم اختلاف پرتافته دیگه خود چی میکنه. قرآن کریم 1400 سال پیش گفته بود که این منافقین، منافق میشناسه بزرگترین منافق انگلیس است و بعد از امریکاست. اردویش امی کارا فقط وظیفهشان است. روس ساده پتان بود، آمد گفت ما اینه سرتان مداخله داریم، جنگ شروع کرد، مردم در مقابلش خیست. هیچ کس نمیگفت که ما روسا اینجا نگاه میکنیم، اما این مردکه پیمان امضا میکنه، مردم قطعی خود میگیره، میگه ما باید باشم، قانونی باشم، جرگه ها جور میکنه سری مردم. به امضای خودی ما خدا در خانه ما چی میده؟ بگه جای میده. آلیش میشناسه؟ ایره میشناسه؟ قرآن ایره بیان میکنه. افسوس است که ملت ما آیاتهای قرآن کریم گاهی تفسیر نکرد، گاهی نخواندن که الله متعال شیوه منافقین و اخلاق و صفات منافقین چه قسم بیان میکنه او چی طلب میکنه. یبغونکم الفتنه. فتنه را، کلمه فتنه 15 معنا داره، در مفسرین ذکر میکنه. بزرگترین معنایش شرکت طلب میکنه در بینتان که مردم مشترک شوه، بیدین شوه.
فتنه به زور برگردانیدن از چی؟ از دین اسلام به سوی کفر. اینجا مراد از فتنه اختلاف میندازه در بین فرقه های مسلمان، یکی از جهاد برمیگردانه، شما را منصرف میسازه، رقم تبلیغات نشر میکنه به خاطر از اینکه از حال مردم مغشوش بسازه. در مقابل جهاد چقدر مردم اینیالی سراسیمه است، ایران مانده دو دل است. و فیکم سماعون لهم، در بین شما سماعون است، جاسوسای ازواست برای ازوا. قطعی تو تفنگ داره لیکن خبر نداری که مخابرش در کجاست، گپ در کجا میزنه، حالات تو را به کی نقشه میده، حالات تو را به کی نقشه میده. من خو میگم که یک تعداد مردم پولی زیاد به دست آورده و خانه یک برادر مسلمان خود هدف پایمال کردن امی کفار قرار داده. خو امی برادر مسلمان خدا میگم، ای برادر مسلمان، اگر مسلمان هستی، اگر کسی کار بکنه نخواد مسلمانم باقی بمانه، خو خیر خود مسلمان میگی، ما بظاهر برات مسلمان بگویم. اگر دیگه هیچ جنایت نکرده ای، چطور وجدان تو پذیرفت که در خانه برادر با غیرت مسلمانت لشکر کفر در شب داخل شوه و از بستر خوابگاه شوهر از پالوی زنش بخیزانه؟ امیطور انشالله این صحنه را الله در پیش در روز قیامت پیش میکنه. تو که خدمت برای کفار کرده ای را از الله پوشیده نیست، ای را بدانی و امیر توقع داشته باشی عذابشه. این عذاب برات میرسه. امیالی اگر تو فکر بکنی آنقدر بیوجدان شده ای که هیچ پرسان نکن، یقین به الله بکن و آخر الامر انشالله اگر نبردی دمی دنیا هم رسوا میشی، همین جنایت برملا میشه، خود به خود برملا میشه. این را یاد داشته باشه. کمونستان قدر کارهای پنهان کرده بود که پرسان نکن، اما کلش چی شد؟ برملا شد. این برملا میشه، اینطور نمیمانه. امو کسایی را که کمی متدین بود کلش در تیلگون در زیر بلدوزرا نکرد، زنده امی کمونستاست. امی مجاهدی ما که بنا مجاهد است قطعی کمونست اطلاف داره، او را پشتیوان خود قرار داده. تو چی رقم مجاهد هستی؟ چی میکنی؟ امروز بزرگترین جنایتکار عکسش به نام شهید در چوکا زده شده، مردم احترامش داره. تو باز این سرزمین مجاهدین است چیخ میزنی، جوان تظاهرات داره، این کاغذها را بسته میکنی. چی کده ای؟ تا دین روزه که بابا کلان پدری تا در دشت تیلگون زیر خاک کرده، امور عکسش پاره کرده نمیتونی. تو چی میتونی؟ به خاطر قوم خیز بزن که چی به دستت میاد. ایمان امیره میگه، ایمان مقابله کفر میگه، این ایمان نمیگه. خو افسوس است که ما میدانستیم حقیقت حاله که امروز در این وطن کدام کار روان است. مردم ما بین خود اختلاف کرده، دنیای کفر پیش شده رایسته. مسلمان با هم اعتماد نداره، دیگرها پیش شده رایسته. خب از تو اختلاف که دیگرها میایه، خب خود به خود میایه. یبغونکم الفتنه، طلب میکنه در بین شما فتنه را. و فیکم سماعون لهم، در بین شما جاسوساست برای ازوا، حالات شما را مکمل برای ازوا بازگو میکنه. از امو خاطر از کل گپای ما کی خبر داشت؟ امی مردم بود که جاسوسی کرد. دوم ترجمه، و فیکم در بین شما سماعون، کسایی هستند که حال پذیرش و شنواییشان خیلی زیاد است، یعنی زود باور میکنه، خوش باور، خوشدل هستند. هر گپ که او میگه یا تصدیق میکنه، میگه امو طوره است. امروز که این دنیا آمده به نام حامیان حقوق بشر، شما باور داری که یا حامیان حقوق بشر است؟ چرا در سوریه که مردم درد، در مالیزیا و در سوریه که مردم درد داده میشه، اونجا بشر نیست؟ و سگان اعوذ بالله درد داده میشه، کجاست این حقوق بشر؟ ها؟ بمباردمان بیرحمانه ای که امروز بشار اسد این سگ نعوذ بالله دور از مسجد سری مسلمانای مظلوم میکنه، این حقوق بشر داره یا نداره؟ من تاسف میکنم به اون شخص که بازم یار حامیان حقوق بشر میگه. چی میگه؟ حامیان حقوق. نکنی باور. این مردم فقط برای مقابله اسلام آمده، کشتن مسلمان آمده و نمیخواهم که گاه مسلمان سری خدا بلند کنه. قرآن برای ما میگه والله علیم بالظالمین، الله خوب میدانه ظالما را.
ما خواهی حراس داریم که طور حالت پیش شده دیگه چی خواهد شد که کلگی نوکر و چاکر از اوش. الله ظالما را میدانه، اینطور هم نمیشه. الله دفاع میکنه از دین خود و حالت ظالما را همینطور نمیگذاره. هر کس که ظلم کرده، اگر امریکا است، اگر انگلستان است، اگر روسیه است، الله متعال به سرنوشت بد چی میکنه؟ مبتلا میکنه شه. لقد ابتغوا الفتنه من قبل، یقینا طلب کرده بودن فتنه ها را من قبل و پیش ازی. تفرقه انداخته بود، پراگندگی را در بین مردم انداخته بود، بسیار زهر پاشی کرده بود و اذهان مردم مغشوش ساخته بود. اول بار نیست، سالا سالا همی طرحه ها و نقشه ها داره. و قلبوا لك الامور، دو معنا داره. و قلبوا لك الامور، ساخته بودن برخلاف شما بسیار سازش‌ها را. و قلبوا، دیگرگون کرده بود، لک برای تو، الامور کارا را، نقشه ها کشیدن، توطیه کردن تا وضعیت مسلمانان را برهم بزنه. بسیار تلاشا کردن، یک معنا. دوم، و قلبوا لک الامور، دیگرگون ساخته بود برای شما الامور کارا را. چه قسم دیگرگون ساخته بود؟ تلاش کرده بودن خود معرفی کنن که خیلی ما حامیان شما هستیم، دوستای شما هستیم، لیکن در حقیقت دشمنا بودن. حتی جاء الحق و ظهر امر الله، تا که حق آمد، فتح و نصرت و غلبه برای مسلمانا ثابت شد، ظاهر شد امر الله که او غلبه مسلمانا بود. و هم کارهون، در حالی که یا خیلی بد میدانستن کامیابی شما را. ای منافقین همیشه در تم توقع ازی بود که امروز یا صبح مسلمانا مکمل از بین میره. این گروپی کوچک در مقابل کل کفار، در مقابل کل کفار، ای حتما از بین رفته نیسته. امی توقع ها را میکردن، اما الله متعال فتح و نصرت نصیبی کی کرد؟ مسلمانا. مکه فتح شد، چهار اطراف آمدن مسلمان شدن، در مدینه حکمت اسلامی برقرار شد، آلی مردم ایران ماندن. و من هم بعضی از این مردم ها آلی نمونه شانه برای ما بیان میکنه که چه قسم گپا را پیش میکردن. شانه را خالی میکرد از زیر چی؟ فرمان پیغمبر. چی میگفتن؟ و من هم بعضی از من کسی بود یقول، میگفت ای اذن لی، برای من اجازه بده که در خانه بشینم، امرای تو در لشکر تو طرف رومیان نروم. ولا تفتنی، مرا در فتنه ننداز. جد ابن قیس یک منافق بود، آمده بود پیش پیغمبر علیه السلام. پیغمبر علیه السلام برش گفت که انشالله در جهاد قطما میروی. گفت نه نه، برای من اجازه بده که اینجا بمانم. چرا؟ گفت مرا میفهمی که من بسیار فرفته زن هستم،